یکجایگی در گروه‌های سیار و من حاضر خوابگاه زمانوی حاضر و قریب تا 200 نفر دخترها تحصیل این کرده ایستادن، تحصیل کسب کرده ایستادن. پدر و مادران آمده از شرایط خوابگاه باخبر شده، فرزندای خود اجازه دادن. حاضر دخترها در خوابگاه زندگی میکنن. 3 وقت دختران خوابگاه با خوراک تامینن. در شب آمده با مشغولیت‌های علاوه‌ای، یعنی درس‌های علاوه‌ای با مربی. شخصا خودم و دیگر نواداران خوابگاه دخترها را نظارت میکنیم. حاضر شرایط برای دخترها خوب فراهم آورده شده است. میگذرانیم محفل روزگارداری که در اینجا استادان به ما یک چند نمودهای خورش را به ما یاد میدهند.